عزیز به همتون یک سلام پیغام از شهر مسکو. ای نام بنده شهر محمد جان یوانی. سلام علیکم. یک قصه نقل میکنیم برای کارمندانی وین چست. یک پراپورشی در همون وین چست کار میکنه. پراپورشی که خوناوی خونیسیه روسیه اراو خطی همه خد دهی که پیپی میبیه سالداد میروی من میکنش. رفیق پراپورشی اسکر قطاری نورولایف ما را ای شتاب زنگ زدن که شما ای همین چستی ما هرچی میدزدین. خیلی تفتیش کنیم آخه چی میدزدیم من. سالداد میروی میبینی یه اراوا گو این سیوسو دروش میبینی چی نه میگذاره میره دیوم که پیپی میبیه اون سالداد اتومات کنم راستی دروازه ایستادگی ای رفیق پراپورشی ما را ای شتاب زنگ زدن که شما ای همین ای چستی ما هرچی میدزدین شما را دست کانال نه پراورکه کردن در کار. میگم من چی میدزین فقط همه گپ میگه شما میدزین این همه یه ارو گوهی ریدگی خطا نبردستم چی خیلی میدزین چی میدزین ما سالداد دست پنجه رو بالا میزنه اما خیلی میکاو هیچی نیست همه ارو گو ای دست ها گوه چکیده سر رفیق پراپورشی میبخشین هیچی نبوده گذارین پراپورشی اروی گوه خطی خیلی ای دروازه میره اون جای نرمال نمی و گوه چپه میکنه میشینی اوف میگه همه مردم تا همه درجه رو به عقل های پراپورشی میدوزه چی دزیده ما بغیر زینمی یه اروه سلام علیکم مخلصای عزیز و مهربان. تمام خوشی‌های زندگی رو بر شما تمنا میکنم. او شخصانی که ما را میشناسه شوخی‌های ما را میفهمه و دل نمیگیره به ویان موفقیت تمنا میکنم. این که گل و گلزاری آزادی خوشبختی نصیب روزیشان بگرده و او شخصایی که در غایبیت ما ائمه پناهی سخنهای دشنا میگن ما و او رو به خداوند میسپاریم. ای خداوند متعال تمنای او رو میکنیم که بگذار یک اینم خیلی آخری پر ای سنگ سفال نصیب روزشان بگرده. بدخواهی کسان به مقصد نمیرسند. دنیا همیشه در طلب مرد قابل است. سلامت باشه.